بگو. کوره زمین میگن ستون اگر نداشته باشه، کوه ها ستون زمینه. اگر کوه نباشه زمین اصلا امکان یه خود بیرده تایانسه پرچند دولاش. زمین ساخلیان یری ساخلیان کوهلار ده. استاد ببخش اگه میشه فارسی بگی. فارسی خورده کارگاتو میکنم. زمینی که نجر میداره کوهه. اگر کوه نباشه زمین اصلا از بین میره. کوه ها که هست ریشه اصلا ستون زمینی، به خاطر همون زمین ها آرام میگیرن. کوره هست ظلمته. کجا هست؟ میدون کجا هست؟ نه استاد نمیدونم. 2 تا از زمین کوره ما چه زندگی میکنم هیچ غیر از اون 2 تا پایین هست. اونا یه عالم دیگه از کوره هست. اونجا که نفته که. نه غیر از نه، هر کوره خودش همه وسایلش داره، نفت و گاز و از خودشونه. چهار یه کوره همون این دنیا هست کوره. غیر از ما 4 تا بالا است. شمس و نمیدونم قمری و ما. خورشید بالایی ها چیز نمیاندازه نور. خورشید هم خیلی دوره. اگر خورشید مستقیم میگن خورشید پشتش به ماست. تا حالا میدونستی؟ نه. پشتش به ماست. اگر برگردیم وش تمام هرچی زمین اینا را درخت اینا را کوه ها را میسوزنه. کوه پشتش به طرف ما هست. چیز خورشید این اگر برگرده همه را میسوزه ولی اون ور میره بالا. 4 تا هم کوره بالا است. بالایی هم چین اونم همه. شما اگر فهمیدی زمین میچرخه خورشید میچرخه، زمین سرجاشه، کوره ها همش سرجاشه. خورشید میچرخه، آدم کار میکنه چیه زمین میچرخه. نه بالا یعنی طبقه هرچی میاد بالا اون میچرخه. این آپارتمان پایینی بله این پیله آپارتمان. پایینی سرجاشه، میا بالا اون کوره خودش یه مقدار میچرخه. میا مثلا این عالم کوره این یه مقدار میچرخه، میری بالا اون یکی بالا مثلا شمسینا اون یه خورده بیشتر میچرخه تا آخره زیاد میچرخن. چه آدم که هم کنی زمین نه زمین سرجاش. خورشید میچرخه. خورشید اون اگر حرارتش نرسه به زمین اصلا همه چیز از بین میره. اون گرمای خورشید که هست که میزنه به زمین، زمین بخار میشه میری بالا تمام وجه نمیبینی بالای اولین برف سر کوه میشینه. چرا؟ به خاطر اینکه اون هوا را جذب میکنه. این آهنربا چیز داره، هوا را جذب میکنه به خودشه. دوباره هوا که آرام شد برف وایمیست اونجا، برفا چی یواش یواش هجوم میکنه به رفتن راه پیدا میکنه به دریا. باران چه زمستان چه تمام شد یواش یواش این بهار رو نمیدونم این چیزا تابستان میاد خوش میشه، دوباره شروع میکنه هم کوه اینجا چون آب یخ شد رفت تو دریا، اینجا چه خیسه میکشه بالا بازم از نوتی بخار میشه. عوض حرارت بخار که میره بالا بخش میشه تمام دوره بر کوه میگیره، باد تولید میکنه. باد تولید میکنه. باد که تولید شد مثلا میره اون ور بخش میشه شروع میکنه چیکار کردن؟ بارون باریدن یا برف باریدن. این باد که میزنه اون حرارتش یخ میزنه. اگر زیاد سرد باشه میشه تجرش، بالا اون تجره میاد پایین یا یواش یواش آروم باشه میشه چی؟ برف. تجری هم از بین میبر میشه برف.
یا نرسه یه ذره بیا پایین تر بباره تجر میشه. یا این تجرم زیاد سرما نباشه، اون حالتی عادی داشته باشه بباره، بارون میشه. بارون هم میاد همه جا را خیس میکنه، دوباره موقع خوش شدن چی؟ اون خورشیدی چین کار خورشیده حرارتش میزنه زمین گرم میشه، دوباره کوها بخار میکنه. یعنی ابرا از کوه ها میان؟ از کوه، از زمین در میاد ابرا، از دریا، از کوه، اکثریتش کوه. تو کره ماه هم بارون میاد؟ کره ماه بارون نمیاد ولی اونجا عادیه. اینجا را خداوند عالم خلق کرده برای ماها، واسه زندگی کردن. زندانی کردن اونجا است. عبید یه داشن از دنیا میره، روحش، جسمش نه، جسمش از بین میره. جسمش طبقه، یکی از طبقه پایینه، یکی از بالا است. جنت مکان میره بالا. طبیعی ها کره زمین آفتاب نمیبین اصلا، ولی جنت مکان روح میره بالا، چون خدا بالا است، میکشه طرف خودش. یک کره دیگه اونجا هست. غیر از اون 3 تا کره است. کره است آخرش اصلا خیلی بالا است. این کره گرد همشون؟ این توپه کره. این زمینی که میبینی ها این یه توپه. توپ فیتوال است، سر جاش هست ولی اولی ساکته، دومه یه حالت دیگه داره، سومه یه حالت بیشتر، چهارم تا الی هفتم حالت بیشتر اونور میچرخه. نه که اونجوری یعنی روزی چند بار میچرخه؟ صورتش بیشتره. خورشید از اینا صورتش خیلی بیشتره. خورشید نمیشه گفت نه کره، نمیشه گفت چیز. خورشید یه چیزی که اندازه اونم یه زمینه، بالا این یه نوره، هم جمع میشه هم واز میشه، هم جمع میشه هم واز میشه. اونم سر خدا است. خورشید اگه داغم باشه یا داغم میشه، باور کن 1 کیلومتر هم جدا میشن، بازم چی این اونم آهن روبه داره، میکشه جذب میشه، جذب میشه دوباره چی پراکنده میشه، جذب میشه دوباره پراکنده میشه. یعنی هی میتره که توش اول صبح اول صبح ندید، اونم یه کوهه، ندیده بعض چیزا رنجش پژمرده میشه. اون حالتی مثلا داغ شدنه، بخش میشه، جمع یعنی میشه. صبح زیاد گرم نیست، غروبا سر ظهر داغ میشه. آره قرمز میشه. بعد از ظهر میبینید چقدر فرق میکنه. آره بعد از ظهر قرمز میشه دیگه، کم میشه. نه حالت مثلا چیز داره، انفجاری داره. اونم خیلی داغ. میگن گرمای خورشید 10 برابر این گرمای این آتش. مثلا آب گرم کن. آتش 10 برابر این قوی‌تر از این آتشه. این آتش خورشید یه آتشه. اون حرارتش اون داره، خداوند عالم نور به اونم هدیه است. و نورش از کجا میاد بس؟ نور اتصال پیدا میکنه. مثلا این آهن ربا چجوری؟ آهن ربا جذبی داره، زمین اون میکشه، نور میکشه، دوباره چکار میکنه؟ ول میکنه، میکشه ول میکنه. الان خورشید یه جا نیست، این آدم خیال میکنه چی؟ وایستاده، نه میچرخه.